امشب قرار راجع به یه میمی صحبت کنم که توی این یکی دو ماه خیلی ترند شده و توی اینترنت ترکیده، که این شخصی که این میمو پخش کرده ادعا میکنه که راز این میمو توی سال 2027 قراره بفهمیم، که اسمش هم هست اوپیوم برد. سلام بروبچ، چه خبر؟ امشب همونطور که توی اینترو ویدیو بهتون گفتم قرار راجع به یه ویدیوی صحبت کنیم که خیلی ترسناکه. پس ممنون میشم برای حمایت از من لایک، کامنت و سابسکرایبتون نره، و حالا اگه هم کامنتی چیزی نداشتین میتونین با یه قلب گذاشتن توی کامنت ها بهم کلی بهم انرژی بدین. خلاصه عشق منین، بریم سراغ ویدیو. عکس ها و تصاویرش رو AI طراحی کرده، منظورم همون هوش مصنوعی هسته. اصلا توی دنیای واقعی همچین چیزی وجود نداره. برای خالق این میم مربوط میشه به یه اکانت تیک تاکی که توی تاریخ 12 سپتامبر سال 2023 که خود این شخص گفته که این یه میمه که توی سال 2027 قراره بفهمیم رازشو، و هیچ کس الان راز اون میمو نمیدونه، و به خاطر عجیب غریب بودنش این میم سریع همه جا معروف شد و همه میخواستن ببینن واقعیه یا کیکه. نه بابا، شوخی کردم. یعنی طبق این اکانت تیک تاک ما قرار 4 سال دیگه راز این میمو بفهمیم. اولین نکته‌ای که خیلی عجیبه سایز این پرنده است. خیلی بزرگه و انگار از نسل دایناسورها هستش. و چیز عجیب دیگه هم که هست اینه که فیس و صورت این پرنده برای همه آشناست و هر کس میگه این شبیه یه موجوده. خیلی ها تو کامنت این ویدیو کنجکاو بودن که این ویدیو واقعیه یا نه. خیلی هم فکر میکردن که یه عده آدم رفتن قطب و این پرنده رو دیدن و ازش فیلم گرفتن. بعضی هم میگن که این ویدیو واقعیه، بعضی هم میگن که فیکه و اصلا ساختگیه. و خود این شخص هم ادعا کرده که این موجود رو توی قطب پیدا کردن و کاملا واقعیه. معلوم نیست که آیا اینو یه شخص یا یه هوش مصنوعی ساخته یا واقعا همچین چیزی واقعیه. این میمو که 100% هوش مصنوعی ساخته، اما یه سری ها میگن که یه سری افراد دارن درباره این موجود تحقیق میکنن و یه سری چیزایی دستگیرشون شده درباره این موجود. و اینکه برای چرا الان این میمو پخش کردن، شاید دلیلش این باشه که میخوان ما رو برای سال 2027 آماده کنن که توی همین 3-4 سال آینده قرار جنگ جهانی سوم شروع شه، احتمالاً به احتمال خیلی زیاد. اونطور که توی سایت ها و مطلب ها گفته شده اینطور همینه که این جنگ یه جنگ هسته‌ای هستش، یعنی بمب اتمی و کلا جنگ هسته‌ای هستش و با کلی بمب و اتمینا میتونن همه جا رو نابود کنن و فقط کافیه یه جنگ بشه. وقتی جنگ بشه دیگه مثل قدیم نیست با تفنگ و گان و اینجور چیزا، همش بمب اتمیه. وقتی پرتونن توی کشورها بوم همه جا نابود میشه، و بر اثر این وقتی که همه جا نابود بشه به خاطر مشکلات آب و هوایی موجوداتی تکامل یافته میشن، یعنی تکامل یافته میشن دیگه، تکامل میابن به موجودات دیگه و به حساب نمیدونم چطور توصیف کنم این حرفمو، بزرگتر میشن، یه جورایی تغییر میکنن و میگن که این اوپیوم برد یا همین پرنده بزرگ یک پنگوئن که تکامل یافتش میشه همین موجود یا یه پرنده بزرگ. و خیلی خوب برای بچه‌ام از این ویدیو بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. عشق من اینو لایک، کامنت، سابسکرایب بهتون نره. تا فیلم‌های بعد، خدا نگهدار. بای بای.